کل توجیکستان برخی جزئیات پرونده دولت و لطف‌الله دولتویش یک کارمند بلندپایه شرکت میگافون را که بر اساس ماده‌های به خودکشی رساندن، عذاب و عقوبت و دوزنگی به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد نشر کرد. یادآور می‌شویم افسر یکم پرویز دولت و عزیزه روز 25 اوگوست از قوه رشک همسر دوم شوهرش مدینه محمدجانова را چنان بوغی کرد که او بعد قریب 4 ماه در حال کما قرار داشتن روز 15 دکبر یگان بار به هوش آمده در بیمارستان قریه بالا وفات کرد. در گزارش مفصل مرکز مطبوعات دادستانی کل که روز 8 ینور در سامانه رسمی این نهاد نشر شد گفته می شود که در رفت تفتیشات پیشکی و بررسی سودی معین شده است پرویز دولتوف و عزیزه دولتووا سال 1995 ازدواج کرده صاحب 2 دختر هستند. دادستانی کل میگوید مدینه محمدجانova سال 2020 زمانی که در شرکت تتا موبایل در دوشنبه به کار درآمد به زندگی آنها وارد شد. دولتوف آن زمان سردار ریاست منطقوی تتا موبایل در دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز بوده است. بنا به اطلاع دادستانی عزیزه دولتووا بعد آگاهی از معامله شوهرش با مدینه محمدجانova کوشش کرده است عائله خود را نجات ولی هر دفعه تغییر و عذاب و عقوبت دیده است. مفتشان گفتند او 3 دفعه 2 بار در تاجیکستان و 1 بار در روسیه کوشش خودکشی نموده اما دخترش نجات داد. پرویز دولتوف سالهای 2020-2021 در یک وقت با دولتووا و محمدجانova خواجگی عمومی پیش برده نامبردگان را از چنین مناسبت خود آگاه کرده در یک وضعیت ناسالم نگاه داشته منتظم عذاب و عقوبت روی داده است. گفتند در دادستانی کل میگوید بحث جانبها ماه سال 2021 بعد آن به اوج خود رسید که پرویز دولتوف با مدینه محمدجانova نکاح مسلمانی بسته وعده داده است از همسرش عزیزه دولتووا جدا می شود. دولتووا 25 اوگوست سال 2021 با معامله بهرمانه و پس‌زنی شأن و اعتبارش تاب نآورده شهروند محمدجانova مدینه را با автомашین شخصیش به کیلومتر 38 شورای دوشنبه خوجند برده لطاکوب و بوغی کرده قصد کشتن او را کرده است. آمده است در بیانیه دادستانی کل دادگاه عالی روز 28 دکبر عزیزه دولتووا را با جرم سوءقصد به کشتار مدینه محمدجانova به 10 سال زندان محکوم کرد. پرونده عذاب و عقوبت مدینه محمدجانova تنها بعد دخالت رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی مورد تفتیش قرار داده شد.